سلام بچه‌ها، من ماهان منجزی هستم. یه مدت نبودم، امتحان داشتم، دوباره امتحانم تموم شد اومدم. میخواستم که نظرتون رو در مورد اتاقم ببینم. بچه‌ها از اینجا شروع میکنیم. اینجا که پشت در هستش، هیچی نداره. یه چند تا پوستر اینور گذاشتم. اینجا هم که ریسه است. حالا من چراغو بعدا خاموش میکنم. اینجا هم که ماگی و 2 تا اکشن فیگورن. اینجا هم به این صورت هست. اینجا یه چمدون. اینجا نظرتون حتما بهم بگید. اگه به نظرتون خوبه لایک کنید، اگه به نظرتونم بده دیسلایک کنید. اینور از اینور کشاب اینا، از اینورم که پوستر، دوباره پوستر، بازم پوستر تا اون آخره. پنجره است که چیز خاصی هم نیست. تختم از اینورم که فرشه. این یه دونه ریسه است که RGBه، یه دونه ریسه بنفش هستش و البته زیر این یه دونه لامپ آبی هم هستش. حالا اینور روی تلویزیون، این که تلویزیون سامسونگ هستش، خیلی تلویزیون خوبیه. اینور گیم استیک پرو، یه چند تا اکشن فیگور، دسته ایکس باکس، گیم استیک لایت خود ایکس باکس، سیم سیاره که دیگه چیز خاصی هم نداره. این پایین توی اولین طبقه PS2 رو گذاشتم و 2 تا دسته. این پایینم که دسته های گیم استیکا رو گذاشتم. از این برم که دیگه همین بود. حالا من چراغو خاموش میکنم، بعدا هم یه دوباره اتاقو بهتون نشون میدم. من چراغا رو خاموش کردم، الان ببینیم اتاقو. از این بر نورا، اینجا هم که نورش فرق میکنه با بالا. این شکلی نور میره، میاد از این بر این شکلی میشه، میاد این بر این شکلی میشه. این بالا هم که این شکلی هستش. حتما نظرتون رو به هم بگین راجع به این اتاق. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.